سرخط مهمترین خبرها: شاخص نو جهانی صلح، روسیه یکی از ناامن‌ترین کشورهای جهان اعلان شد. در ازبکستان باز 8 کودک بعد خوردن داروی داک یک مکس بستری شدند و گزارش درباره پرچم تاجیکستان که قریب 1 سال در کیهان بود. درود بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 5 ینور است و ساعت در دوشنبه 9. مقام تاجیکستان در گزارش نو شاخص جهانی صلح بهتر شده است. در این ارزیابی که روز 2 ینور نشر شد، تاجیکستان در میان 163 کشور در مقام 92 جای گرفته است. نظر به 1 سال پیش، مقام تاجیکستان در شاخص جهانی صلح 5 زینه بالا رفته است. در میان کشورهای آسیای مرکزی، ازبکستان در سینه 86، قرقیزستان 91، قزاقستان 97 و ترکمنستان در مقام 104 قرار دارند. شاخص جهانی صلح از طرف پژوهشگاه اقتصاد و صلح تهیه شده وضعیت امنیت در 163 کشور جهان را ارزیابی می‌کند. بر اساس این گزارش، ایسلندیا آرام‌ترین کشور جهان معرفی شده است. در دهگانه امن‌ترین کشورهای جهان، زلندیا نو، ایرلندیا، دانیا، استرالیا، پرتغال، اسلوونیا، چخیا، سنگاپور و ژاپن جای داده شدند. مؤلفان گزارش شاخص جهانی صلح گفتند افغانستان همچنان ناامن‌ترین کشور جهان باقی میماند. 6 سال اخیر نام افغانستان پی هم در این شاخص در مقام آخر قرار دارد. در گزارش شاخص جهانی صلح، روسیه در روی خط 10 کشور ناامن‌ترین دنیا جای داده شده است. در این شاخص روسیه در مقام 160 است و بعد از آن سوریه، یمن و افغانستان جای داده شدند. مقامات روسیه نه همیشه ارزیابی سازمان‌های جهانی را اعتراف می‌کنند. نیروهای روسیه روز 24 فوریه سال گذشته بدون دلیل به اوکراین حمله کردند و این جنگ تاکنون ادامه دارد. بعد این جنگ فشار و تحریم‌ها علیه مسکو زیاد شد و در داخل روسیه هم اعتراض‌ها زیاد گردیدند. اوکراین که قریب 1 سال از علیه تجاوزی روسیه می‌جنگد، در شاخص جهانی صلح در میان 163 کشور در مقام 153 جای داده شده است. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. مقامات ازبکستان گفتند 8 کودک بعد از خوردن داروی داک یک مکس بستری شدند. آلتینای اسانووا، یک مسئول بخش تندرستی ازبکستان، گفته است 7 نفر آنها ساکنان ولایت سردریا و 1 نفر از فرغانه هستند. آلتینای اسانووا گفته است 4 نفر از کودکان صحت شده به خانه رخصت شدند، ولی 3 نفرشان در بخش احیا بستری هستند. پیشتر خبرگزاری اوزیا خبر داد که پسر بچه 3 ساله از ولایت فرغانه بعد استعمال داروی داک یک مکس با نشانه‌های درونروی بستری شده، فعلا در حالت وزن قرار دارد. ماه دکبر سال گذشته 19 کودک در ازبکستان از استعمال داروی داک یک مکس جان دادند. بعد این حادثه فروش این دارو در ازبکستان و چند کشور دیگر آسیای مرکزی منع شد. مرگ 19 کودک انتقاد زیاد را در داخل ازبکستان به میان آورد و پرزیدنت شوکت میرزیوف رهبر آژانسی رشد صنعت داروسازی را از مقامش برکنار کرد. خدمات امنیت ازبکستان نماینده شرکت وارد کننده داک یک مکس و مرکز علمی استانداردیزاسیون مواد داروواری را بازداشت کرده است. طبق تشخیص‌های پیشکی در ترکیب داروی داک یک مکس گلیکول زهرناک اتیلن آشکار شده است. فعلا استحصال این دارو که برای زکام و پس کردن حرارت پیش بینی شده است در هند بازداشته شد. پرچم تاجیکستان که 193 روز در کیهان بود، اخیراً در آثارخانه ملی تاجیکستان به معرض تماشا گذاشته شده است. این رمز دولتی تاجیکستان را سالیجان شریپوف، کیهان‌آور و قهرمان روسیه، به کیهان برده بود. سریناز روح الله و برات یوسفی در همین باره گزارش آماده کردند. پرچم تاجیکستان که 193 روز در کیهان بود، اخیراً در آثارخانه ملی تاجیکستان به معرض تماشا گذاشته شده است. این رمز دولت تاجیکستان را سالیجان شریپوف، کیهان‌آورد و قهرمان روسیه، به کیهان برده است. یکی از نگاره‌های نادر زمانی صاحب استقلالی که امروز در آثارخانه ملی تاجیکستان پیشنهاد تماشابینان گرانده شده است، این پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان میباشد که بار نخست به کیهان برآورده شده بود. این پرچم در روز 30 سالگی پرچم تاجیکستان به آثارخانه ملی از سوی خود سالیجان شریپوف تقدیم شده است. هرچند او شهروند تاجیکستان نیست، اما میگوید به خاطر بابایش که در شهر استرافشان تولد شده بود، پرچم تاجیکستان را به کیهان برآورده است.
من در شهر اروتپا دوستانی زیاد، خویشاوندانی زیاد دارم. ما تez وا میخوریم. اینجا همیشه هوا خوب است. آدمانی خوب هستند. همیشه برای من به تاجیکستان آمدن و واخوری با دوستان فورم است. در پرچم امضای خودی کیهان‌آور سولیجون شریپوف ثبت شده است. همچنین در استورخانه ملی تاجیکستان چند نمونه پرچم ملی تاجیکستان حفظ می شود که بر رویدادهای مختلف تاریخ تاجیکستان در زمان استقلالیت ربط دارد. سامانه فرودگاه شهر آستانه پایتخت قزاقستان خبر داده است که پروازها توسط این فرودگاه به دلیل نامساعده باد و هوا به تأخیر می‌افتند. طبق اطلاع سامانه تعداد پروازهایی که بیکار کرده شدند تا ساعت 14:43 روز 4 ژانویه به 13 رسیده است. همچنین 15 پرواز به تأخیر گذاشته شد. منبع سبب تأخیر در پروازها را نامساعده باد و هوا گفته است. قبلا شرکت هواپیمای ایر استنا خبر داده بود که به دلیل نامساعده باد و هوا در سراسر قزاقستان احتمال پروازها یا بیکار شوند یا به تأخیر گذاشته می شوند. روز 3 ژانویه بنابر سبب فرآمدن تمن پروازها در فرودگاه دوشنبه هم به تأخیر افتاده بود. مقامات ژاپن به هر یک کودک خانواده که از منطقه سر اهالی ترین شهر توکیو پایتخت این کشور به جای دیگر کوچ می‌بندد تا 1 میلیون ین و یا تقریباً 560,000 روبل پرداخت خواهند کرد. این اقدام به خاطر کم کردن اهالی پایتخت ژاپن و رشد منطقه‌های کم اهالی ترین گرفته شده است. خانواده ژاپنی برای دریافت این جبران باید به خارج از توکیو یا منطقه کوهستانی آن کوچ بندند و حداقل 5 سال در آنجا زندگی کنند. خانواده‌ای که در منطقه نو از 5 سال کمتر زندگی کند پول را برمیگردانند. حکومت ژاپن بر این است که تا سال 2027 تقریباً 10,000 نفر از توکیو به دهه‌ها می‌کوچند. بخش یک روزی تاریخ را در تقدیم همکارم خرامان بقازاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 5 ژانویه را فرا می‌گیرد. 5 январи соли 1991 ҳафтаномаи Курьер Таҷикистан таъсис шуд, ки яке дигар аз нашрияҳои мустақил дар фазои матбуоти Тоҷикистон гардид. ин нашрия ҳар ҳафта ба забони русӣ хабарҳои муҳим ва таҳлили таҳаввулоти кишварро нашр мекард ва баробар бо ин матолиби тафреҳӣ ҳам ба чоп мерасонд. аз аввали январи соли 2015 доштани патенти кор барои коргарони хориҷӣ дар Русия ҳатмӣ шуд. ин санади муҳим иҷозатномаи расмии кор ҳам шинохта мешавад ва танҳо баъди пешпардохти ҳар моҳаи кор иҷозаи кору будубоши расмӣ дар хоки Русияро фароҳам мекунад. арзиши пулии ин санад дар ҳар шаҳру минтақаи Русия фарқ мекунад ва барои муҳоҷирон хароҷоти азиме мебошад. 5 январи соли 1950 нависандаву драматурги тоҷик Муҳаммад Замони Солеҳ таваллуд шудааст. ӯ 58 сол умр дид ва чандин асар аз ҷумла романҳои Муҳаммад ва Куруши Кабирро нотамом гузошт. вале тавонист аз худ асарҳое мисли Сарви Кишмар ва Девори Хуросонро боқӣ гузорад, ки дар сабку услуби тоза иншо шуда масоили таърихиро бо киноя аз замони муосир бо муваффақият омезиш диҳад. قرب روبل روسی و دلار آمریکایی در شبانه روز گذشته زیاد تغییر نکرده است. صبح امروز 5 ژانویه در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی از 1016 تا 1020 سامانی ارزش دارد. 1000 روبل روسی باشد از 138 تا 143 سامانی برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. تشکر که برنامه‌های رادیوی آزادی را پیگیری میکنید. خدا نگهدارتان.